در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی واسط دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. فاطمه الزهرا چرا خیر النساء اهل الجنه شدن؟ تنها به این واسطه نبوده که اینها دختر پیامبرن، تنها به این واسطه نبوده، خود اینا قرب، منزلت، جایگاه به نزد الله از تقوایی که داشتن پیدا کردن. تو دختر مسلمان چگونه میگی من فاطمه رو دوست دارم که با لباسهای چسب و اینها حرکت کنی از یک کشور به کشور دیگه؟ فاطمه الزهرا علی مرتضی صدا میکنه بیا علی جان، من که از دنیا رفتم چند وصیت دارم. یک وصیت من اینه که وقتی من از دنیا رفتم مر به نیمه شب دفن کن که داخل تابوت کسی قد و اندام مر نبینه، داخل تابوت کسی نبینه. تو چگونه میگی من پیرو فاطمه الزهرایم؟ پیرو فاطمه الزهرا صحرای محشر نگاه کرده میتونی طرف فاطمه الزهرا، طرف عایشه صدیقه، طرف خدیجه الکبری، آیا نگاه کرده به طرف آسیه میتونی که آسیه بگه من به آغوش کافر بودم با خدا ارتباط برقرار کردم، تو از آغوش مسلمان کافر شدی؟ تو در آغوش مسلمان. به اینه که باید خواهران مسلمان خیلی متوجه باشن. این آیه مبارکه میگه ولی الرجال علیهن درجه، خواهرها تشویش نکنن که این درجه اخرویه، نه، درجه دنیویه. درجه اخروی فرق بین زن و مرد نیست. الطلاق مرتان، این آیه مبارکه شأن و نزولی داره. الطلاق مرتان، تفسیر چقدر دل انسان روشن میکنه، فکر انسان روشن میکنه. تفسیر قرآن دیگه، قرآن اصلا در دلها اثر میگذاره. در دوران جاهلیت مشرکین اونها هم نکاح و طلاق داشتن، اما زنها را آزار میدادن. زن را طلاق میداد، با مجردی که میخواست عدی و تمام بشه نمیگدیش که با این بشه، باز رجوع میکرد، باز یک ماه بالاخره از این دور میشد. با مجردی که باز نزدیک تمام شدن عده بود باز نزدیک میشد. آیه قرآن آمد که الطلاق مرتان، ای انسان ها، زن بازیچه نیه، زن ملعبه نیه، زن انسانه. چه غوغایی برای انداختی؟ چقدر او را آزار و اذیت، چقدر بالاخره او را به تکلیف. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبه، فامساک بمعروف او تصریح باحسان. دو مرتبه یعنی چی؟ یک مرتبه طلاق دادی رجعی، اگر رجوع نکردی با این شد دو مرتبه طلاق، یا اگر رجوع کردی باز یک مرتبه دیگه طلاق دادی، متوجه باش که باز رجوع کرده میتونی، اما دفعه سوم کار تمام میشه، مغلظه میشه، دیگه نمیتونی زن را آزار بدی، این اذیت کنی، دیگه نمیتونی خلاصه با آبروی این بازی کنی. فامساک بمعروف، طلاق دو مرتبه، دو باره. فامساک بمعروف، پس امساک نگه داشتن زن به طریق شرعی. اگر طلاق دادی طلاق رجعی بود، پشیمان شدی، رجوع کن، زن را نگاه دار و بالاخره به طریق چی؟ به طریق شرعی، نه به طریق ظلم، نه به طریق ستم. اگر باز دوست نداشتی او تصریح به احسان، او رها کن به وجه احسن، به طریق نیکو. طلاق میدی به طریق نیکو طلاق بدی.
ارتباط به نکاح و طلاق چند نکته. اول، نکاح یک پیوند دائمیه. وقتی که خطبه نکاح خوانده میشه، و عزیزانی که خطبه نکاح دیدن اونایی هم که ندیدن، جوانهای عزیز، الله سبحانه تعالی این خطبه بالاخره به زودترین فرصت نصیب از اونها هم بگردن که انشاءالله زن صالحه و با خیر و با برکت الله نصیب پسران و شوهر با عزت و با عفت و مسلمان هم نصیب دختران مسلمان الله بگردانه. پیوند وقتی خطبه خوانده میشه، الفاظی که گفته میشه، یکی از جمله و الفاظ چیه؟ نکاح دائمی. یعنی ای مسلمان متوجه باش که این نکاح موقت نیه، این چند روزه نیه، این 2 ساعته نیه، 1 ساعت هم نیه، این دائمیه برای همیش. وقتی که نکاح یک پیوند دائمیه، خب حالا این دائم، اگر یک مرد بلای به چنگ یک زن مسلمان افتاد، اگر یک زن بلای به چنگ مرد مسلمان افتاد دیگه، همین بلا دیگه تا دائم دیگه این مرد و زن تحمل کنن، چه کار باید بکنن؟ در بین زن و شوهر اگر مشکلات آمد، اگر اختلاف آمد، اگر نمیتونستن همدیگر را تحمل کنن، اگر فکرها مختلف بود، اگر اندیشه ها مختلف بود، اگر عقیده ها مختلف بود، اگر سلیقه ها مختلف بود، شب و روز جنگ بود، دعوا بود، به نصیحت نشد، به وعظ نشد، به دور شدن از خوابگاه نشد، و خلاصه هر دارو و آمپولی که بالاخره بکار بود برای صلح زن و شوهر استفاده شد، این فایده نکرد. حالا شریعت مقدس اسلام طلاقی هم آورد، کنار نکاح طلاقی هم گذاشته. طلاق جایزه، حلال در وقت ضرورت، نه این که بالاخره با مجردی که خطبه نکاح خوانده میشه، یک کلید به دست شوهر داده میشه، یک کلیدی. شوهر باید خیلی متوجه باشه این کلید چیه؟ این کلید طلاق، این کلید اتمه. خیلی باید شوهر متوجه باشه. 5 سال رفته داخل چاها، رنج برده، زحمت کشیده، مهریه پیدا کرده، پول عروسی پیدا کرده، جهیزیه پیدا کرده، مصارف بیجار پیدا کرده، تا حال شده صاحب یک زن. نکاح که خونده میشه کلید میدن به دستی و که بگیر بچه جان، این کلیدیه که اگر فشار دادی کل زحمت ها تو همه بالاخره پاک میشه، مگر دوباره بری همه رو تحمل کنی، مگر دوباره همه مشکلاتی که بالاخره همه غربت ها، پریشانی ها، گردن کجی ها، همه دوباره باید تکرار کنی. متوجه باش که این کلید که گرفتی، برو داخل یک صندوق بگذار، سری و قلف بزن، از فکر و مفکوری خود پاک کن که در تمام عمرت و بحث طلاق به ذهنتو نیایه، به ذهن و فکرتو نیایه. حالا اگر چنین شد، مشکلات بین زن و شوهر پیدا شد، راههای گوناگون که قرآن تعبیر میکنه که وعظ، نصیحت، 2 نفر عادل از طرف زن و شوهر شیشتن، برخواستن، صحبت کردن، نتیجه نداد دیگه، نتیجه نداد. چه کار میشه؟ اینجی شوهر میتونه استفاده کنه از این کلید برداره دیگه، بالاخره از طلاق کار بگیره. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق که حلال هست، جایز هست، بدترین حلال به نزد خدا طلاق، بدترین حلال. این فقط برای یک ضرورتی که یک بار در عمر زن و شوهر خلاصه اگر فکرها، مفکورها، اندیشه ها، سلیقه ها، دین، مذهب، بالاخره اینها به هم دیگر جور نیامد، خود راحت کنن طلاق میآید. حالا طلاق جلوتر گفتیم طلاق به 3 قسمه: رجعی، باین، مغلظه. اما طلاق از روی اجرای خوب باز هم به 3 قسم میشه. این احکام خیلی مهمه، برادر و خواهر متوجه باشه، خیلی دقیق. 3 قسمه: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت.
حالا این سه نوع طلاقه. طلاق احسن چگونه طلاقیه؟ طلاقیه که در وقت طهر یعنی پاکی زن مرد یک طلاق میده. این طلاق احسنه. یک طلاق که داد او راهی بری خوب باز کرده، یعنی 5 روز 10 روز فکر میکنه. همین مدتی که فکر میکنه و یک طلاق هم در طور داده، این میگن فقها طلاق احسن. طلاق حسن طلاقیه که در وقت طور طلاق میده، 2 طلاق یا 3 طلاق میده، 2 طلاق یا 3 طلاق. اما طلاق بدعت که امروزه متاسفانه که طلاق‌هایی که امروز به جامعه صورت میگیره اکثرا و نزدیک به کل طلاق بدعته. طلاق بدعت چگونه طلاقیه؟ طلاقیه که در یک مرتبه بیش از 3 مرتبه یا بیش از 3 مرتبه در طور، یا اینکه در وقتی که زن در عادت ماهواره، در حالت بالاخره زن در حالت پاکی نیه، چه کار میکنه؟ او طلاق میده، طلاق مغلظه. این فقها میگن این طلاق بدعته. این طلاقیه که امام نسائی رحمت الله علیه به روایت محمود ابن طلحه این حدیث را نقل میکنن. میفرمایه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر رسید که مردی زن خود را 3 طلاقه کرده. این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید که یک مرد به یک مرتبه زن خود را 3 طلاقه کرده. بعدن وقتی که خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، رسول معظم اسلام از جا برخاستند، ششته بودن، از جا برخاستند، استاد شدند. چنان پیامبر اسلام خشمگین شدن، چنان عصبانی شدن. بعدن فرمودن در حالی که هنوز در میان شما هستم، شما با کتاب خدا بازی میکنید. صحابه میگه آنقدر رسول الله عصبانی بودن که یک دیگر از صحابه برخاست، گفت یا رسول الله، این شخصی که اینقدر شما برآشفته و خشمگین کرده، اجازه بدیم که برم او بکشم، اجازه او از بین ببرم. چقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت شدن از این کار، چقدر ناراحت شدن. در اینجا آیه مبارکه وقتی میگه اول که طلاق ندی، وقتی طلاق دادی چه کار بکن؟ فامساک او تسریح باحسان، او رو به نیکی رها کن. امروز به جامعه ما طلاق احسن که نیه یک طرف، طلاق حسن که نیه یک طرف، اکثر طلاق ها طلاق بدعت. هر قدر چنین طلاق های صورت بگیره رسول الله صلی الله علیه و سلم آزرده میشن، رسول الله صلی الله علیه و سلم رنج میبینن. وقتی در حیات خود چنین خشمگین شدن، اگه امروز رسول الله این طلاق های خلاف شرع میدیدن چقدر آزرده میشدن، چقدر آزرده میشدن. مرد از بیرون عصبانی، جنگ کرده، دعوا کرده، معامله نقص کرده، میای زن رو طلاق میده. ایر میگن مرد نامرد که مشکلات بیرون به سری بیای دعوا رو به خانه بالاخره عقده‌ای که در دل داره به سر زن مسکین و بالاخره خالی کنه. این آیه مبارکه فامساک بمعروف او تسریح باحسان چند نکته اشاره میکنه. اگر کسی زن رو طلاق رجعی داد، فامساک بمعروف، پشیمان شد، زن رو نگه داره، به او رجوع کنه به طریق شرعی، به طریق شرعی. اما بعض انسان ها به زن محبت ندارن، بعض انسان ها عدالت ندارن، آنهایی که 2 و 3 زن دارن عدالت ندارن. بعض انسان ها نفقه نمیدهن، زن به تکلیف، به آزار، به اذیت سپری میکنه، مرد طلاق نمیده. چرا طلاق نمیدی؟ بده. جامعه چی میگه؟ این میره شوهر دیگری میگیره. عجب. بی‌عدالتی بد نیه، ظلم بد نیه، ستم بد نیه. اینا صفاتیه که تو رو به جهنم میبره، اینا بد نیه. کاری که خدا و پیامبر گفته بده،
در صدر اسلام خیلی از صحابه بودن با زن بالاخره زندگی نکردن، رها کردن، صحابه دیگه گرفت. پسرخواندی رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب خانم زید پسرخواندی رسول الله صلی الله علیه وسلم. مشکلات بین زید و زینب میایه، طلاق میده. زینب رو طلاق میده، عده میگذره و سپری میشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب رو به نکاح میگیرن. زینب میشه از ازواج مطهرات. دیگه چنین نبود که سایه زید به تیر بزنن و زید نعوذ بالله سایه رسول الله صلی الله علیه وسلم به تیر بزنه. چنین نبود. قرآن میگه فامساکم بمعروف، اگر زن رو به کنار خود نگاه میدارید به وجه احسن و طریق شرعی نگاه دار. اگر نمیتوانید، بر سرش ظلم میکنید، ستم میکنید، نفقه نمیدهید، چه کار بکن؟ او تسریح باحسان، او رها کن به وجه احسن، به وجه پسندیده. هدف از ازدواج چیه؟ هدف از ازدواج تنها غرائز اشباع غرائز نفسانی نیه. و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. هدف از ازدواج آرامشه، هدف از ازدواج مودت و دوستیه، هدف از ازدواج اینه که بالاخره رحمت پروردگار عالم سرازیر بشه بر کانون گرم خانواده. این هدف از ازدواجه. به وسیله ازدواج زن و مرد مورد رحمت پروردگار قرار بگیرن. این هدف از ازدواجه. پس بناهن این آیه مبارکه برای ما ایر میگه که متوجه باشیم. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبه، 20 مرتبه نیه که یک نفر 20 دفعه زن خورد طلاق بده. خیلی خطرناکه. به دارالافتاء چندین قضیه مراجعه شده. زن طلاق دادی ها، چند دفعه طلاق دادی؟ ولی یک 10-15 دفعه بشده. 10-15 دفعه. خب امسال بوده، پارسال چند دفعه بوده، پرار سال چند دفعه بوده. ای در طولی که تو با این زن نزدیکی میکردی کوئی که زنا بوده. طفلی که به وجود آمده ای چگونه طفلیه؟ پیشتر گفتم یک نفر دروغ میگه توبه میکنه، یک نفر سود میخوره توبه میکنه، یک نفر قمار میزنه توبه میکنه. اما کسی که زن خور طلاق مغلظه بده و با او زنم زندگی کنه به توبه برابر نمیآید. یک نفر هر شب زنا کنه، یک کشه توبه کنه دیگه. پس خیلی مهمه. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبه، دفعه سوم نداره. اگر فامساکم بمعروف، اگر با زن زندگی میکردید به طریق شرعی زندگی کنید، او تسریح باحسان، اگر او رها میکردید به وجه احسن رها کنید. به وجه احسن چگونه؟ امروزه زن که طلاق میده، مرد نامرد زن که طلاق میده، چون قضایایی که ما به می دارالافتاء اینا دیدیم، او اول خوب لط کرده، بعد از اینکه خوب لط کرده او از خانه مثل یک حیوان بیرون کرده، بعداً طلاق داده. تو اشته مسلمانی او تسریح باحسان دیگه چگونه به عمل کردی؟ وقتی اقیم الصلاة به نماز که خب محکم انسان، به روزه، به اینها، خب همیده که خدا در قرآن گفته نماز بخون، به اینجا هم گفته و تسریح باحسان. زن طلاق میدی به وجه احسن طلاق بدی، به وجه نیکویی طلاق بدی، به طریق احسن و سنت و بالاخره اینها طلاق بدی. وقتی زن طلاق داده میشه، بین 2 فامیل کدورت ایجاد میشه، بین 2 قوم جنگ ایجاد میشه، بین 2 قبیله اختلاف ایجاد میشه. دیگه این فامیلایی که با هم دیگر ازدواج کرده بودن طلاق صورت گرفته، دیگه طرف هم دیگر نگاه نمیکنن. این خلاف شرع. اول گفتیم که طلاق حلال، جایز، یک ضرورته، کوشش بشه که پیش نیه. وقتی پیش آمد شریعت اجازه داده بود. او تسریحهم باحسان. آیه بعدی ادامه آیه مبارکه اشاره میکنه که خب این زنی که طلاق داده شد، حالا دیگه از خانه بیرون شد، این دیگه جواز نداره که تو پولی که به او دادی اونا رو هم بستون، طلایی که دادی بستون، ظرف و کاسه‌ای که به نام خودی بوده بستون، آنچه که داخل خانه از او بگیر، مهریه هم بالاخره چکاره از او پس بگیر. آیه مبارک اشاره میکنه ولا یحل لکم، حلال نیه بر شما، ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، از آنچه که شما به زنها دادید از اونا پس بستونید. جواز نداره.
که تو بالاخره مهریه‌ای که دادم بدی، بالاخره ظرف و کاسر حق نداری از خانه بیرون کنی، طلایی که برای تو داده شده، وسایلی که تعلق به خود زن داره، اینا رو پس بگیره. اینا شریعت میگه این حلال نیه. این میگن حقوق زن. چی میشه که زنها تفسیر رو بخوانن؟ چی میشه که تفسیر قرآن رو به زنها معرفی کنید؟ زنهایی که سر و صدا میکنن این قرآنه، این کلام پروردگاره که اینقدر حق و حقوق بر زن داده. الا ان یخافا، مگر اینکه بترسن همی زن و شوهر، ان یقیما حدود الله، که برپا ندارن احکام خدا را. فان خفتم الا یقیما، اینجی این آیه مبارکه ادامه این آیه بحث خلع بیان میکنه. خلع چیه؟ میبینیم احکام پی در پی میاد. خلع چیه؟ در بین زن و شوهر اگر اختلاف پیدا شد که چیز واضحه که منجر به طلاق میشه. زن شوهر رو نمایه و شوهرم زن رو نمایه، طلاق میایه. هر دو تا از شر هم دیگر فارغ میشن. اما یک جریانیه که بعضی وقت مشکلات از طرف مرده. مرد بهانه‌گیری میکنه، نمایه زن اما شوهر رو دوست داره. یک مثالی از مردمان قدیم هست که یادم آمد، میگه به چند وجه بالاخره اختلاف پیدا میشه. میگه کسی که پولدار نباشه ناسن پولدار بشه، به قدم اول زن از او طرف از او گنده میآیه، بد قیافه میآیه. و مجرد اول که پول بیجا به دست یک شخص بیایه، به می قدم اول زن دیروز امروز نیه، خلاص بهانه‌گیری شروع میکنه. بعد از اینکه بهانه‌گیری شروع کرد، اینجا چه کاره؟ زن مسکین کو هیچ جرمی نداره، شوهر دوست داره، بالاخره به زندگی خو خوشه. اما مرد بهانه‌گیری میکنه، به دک بهانه میگیره، به خانه بهانه میگیره، به ظرف بهانه میگیره، بالاخره شروع میکنه به انسان بهانه‌گیر بهانه زیاده دیگه. خلاصه بهانه‌گیری میکنه تا زن مسکین رو وادار کنه که او چه کاره؟ طلاق بده. اگر اینجا زن رو طلاق داد، این مرد زن کو طلاق رو نمیگیره، باید کل مهریه زن رو بپردازه. اگر مهریه رو نپرداخته بود باید بپردازه. زن حق داره شرعی اسلامی و قرآنی که کل مهر از مرد بگیره، چون مرد گستاخی کرده. اما بحث خلعه. اما بعضی وقت مرد مسکین زن رو دوست داره، مرد هیچ مشکلی نداره، اما زن فریب خورده، شیطان او رو بالاخره مسخره کرده که می شوهر نمان. حالا زن بهانه میگیره. زن که بهانه بگیره چه کار کنه؟ مرد طلاق بده؟ طلاق داده نمیتونه. چه کار باید بکنه؟ شریعت مقدس اسلام اینجی هم راه دروازه باز کرده. بحث خلع همینه که مرد میسازه، مرد به زندگی مشکلی نداره، مرد به زندگی خوشه، به زن خوشه، اما زن خوش نیه. زن باید کل مصارفی که مرد برای زن انجام داده مصارف رو بپردازه. اینجا مرد او طلاق بده، ایر میگن خلع. مهریه باید بپردازه. اگرچه فقها و بزرگا و اینها میفرمایند که هرچی کمتر بگیره مرد بهترتره، جوان مردی رو نشان میده. نصف مهر بگیره بهترتره. اگه باز کلا هم بری و بخشید و بالاخره گفت که تو که مر نمایی، از تو هیچ چیزی نمیخوام، 360 بلا دنبالت، برو دیگه برات کار خود دیگه. وقتی تو خوش نباشی دیگه من چی لازمه که دنبال تو بگردم دیگه. ای اگر چیزی نگرفت کوئی عین جوان مردیه، اگر گرفت هیچ مشکلی نداره، چون مرد رفته مصرف کرده، مهریه داده، حالا ای زنم بالاخره خوش نیه بره دنبال کار. خب بازی مرد مسکین چیکار کنه؟ اولین خلعی که در شریعت صورت گرفت و یا در صدر اسلام صورت گرفت، اولین خلع کدام خلعه؟ چی کسی در اسلام اولین خلع انجام داد؟ زن ثابت ابن قیس. ببینیم این کارا در بین صحابه صدر اسلام شده. زن ثابت ابن قیس آمد به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم
گفت یا رسول الله با ثابت ابن قیس ازدواج کردم، خوش بودم، حال مدت زندگی کردم، ثابت ابن قیس هیچ مشکلی نداره، آدم خوبی هست، ولی طبیعت هم برابر نیه، نمیخوام که با او زندگی کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن، گفتن ثابت به تو چی داده؟ در قبال مهریه‌ای که به تو داده چی مبلغی بوده؟ این زن گفت که ثابت ابن قیس به من یک باغ مهریه داده، به یک باغ مهریه داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تو حاضری او باغ پس به ثابت بپردازی؟ گفت بله ما حاضرم. باغ از زن گرفتن پس به ثابت دادن، ثابت ابن قیس هم زن طلاق داد. بحث خل به میان آمد. این آیه مبارکه میگه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود الله، پس اگر ترسیدید که الا یقیما حدود الله، شما نمیتوانید چکار کنید؟ برپا کنید احکام خدا را، فلا جناح علیهما فیما افتدت به، پس گناهی بر این زن و شوهر نیه، فیما افتدت به، در او چیزی که عوض خود داده، بهی به چی؟ به همان شوهر. یعنی آنچه که مهریه گرفته بوده به عوض خود پس بده به شوهر، این به بحث خل به میان میایه و هیچ مشکلی هم نیه. بحث ایلا رو دانستیم، بحث طلاق تا اندازه گفته شد، بحث خل هم به میان آمد. اما میان یک بحثی که چی وقت نکاح فسخ میشه؟ نکاح چی وقت فسخ میشه؟ اگر زن به مشکلی گیر کرد، به مشکل گیر کرد، مشکل تا مشکل فرق داره، مشکل تا مشکل فرق داره. اگر به یک مشکل بزرگی گیر کرد، زن به محکمه مراجعه میکنه، محکمه این نکاح رو فسخ میکنه، فسخ میکنه بدون جنجال و بدون گپ و گفت. نه زن خلع میشه و بالاخره نه بحث دیگری. چگونه مشکلاتی؟ مشکلاتی که زن میتونه به محکمه مراجعه کنه و بالاخره محکمه این نکار فسخ کنه. مثلا چند مسئله که فقها بیان میکنن به طور خلاصه. اول، مرد اگر همبستری کرده نمیتونست، زن میره به محکمه مراجعه میکنه که مرد چنین مشکلی داره و به همین طریق محکمه چه کار میکنه؟ برای مرد مهلت میده، برو خود تداوی کن تا 6 ماه 5 ماه 1 سال. اگر تا اون مدت محکمه مرد مشکلی و حل شد، نکاح فسخ نمیشه. اگر مشکلی و حل نشد، محکمه چه کاره؟ این نکاح فسخ میکنه. دوم، مرد اگر مریض بود، زن حال خودی یک مرد ازدواج کرده و بالاخره نکاح کرده، متوجه شدن مرد مریضه، مرض خطرناک داره، ایدز یا به اصطلاح گذشته ها مرضهای عجیب و غریبی که امروز بالاخره لا علاج و اینها، مثل ایدز. در اینجا ای باز با محکمه مراجعه میکنه، محکمه این نکار فسخ میکنه که اینا با هم دیگر نزدیک نشن. سوم، مرد اگر دیوانه بود یا دیوانه شد، آمدن بالاخره دختر مسکین نکاح بسته شد و میمونا رفتن، وقتی دختر آمد کنار شوهر که واه واه به هیچ تنبی نمیسته، اینجی به شریعت مقدس اسلام میگه که زن چکار کنه؟ مراجعه کنه به محکمه، این نکار فسخ کنه. صلوات ختم میفرمایید. یا این که بعداً دیوانه شد، اول یا دیوانه بود یا بعداً دیوانه شد، محکمه فسخ میکنه. چهارم، مرد نفقه نمیده، نفقه نمیده، چون نفقه واجب لازمه به گردن مرد که نفقه بده، نفقه نمیده. زن مراجعه میکنه محکمه که یه مشکلی داره، نفقه نمیده، محکمه فسخ میکنه. یا این که خلاصه مرد گم شده، زن به محکمه مراجعه میکنه که شوهرم بالاخره غایب، مفقود، گم شده، محکمه نسبت به این قضایا فیصله میکنه و نکاح فسخ میشه. که این بحث فسخ نکاح بود. چی وقت نکاح فسخ میشه؟ در تحت همین شرایط. وقتی که اینها رو گفتیم، الله میگه تلک حدود الله، این تو دست کم میگور نداریم. ایلا، طلاق، خل، این احکام که بیان شد، اینها حدود پروردگاره. فلا تعتدوها، پس تجاوز نکنید. و من یتعد حدود الله، کسی که تجاوز کنه از حدود خداوند، یعنی بی تفاوت باشه، فاولئک هم الظالمون، این گروه ظالمند. کسانی که در قبال ایلا بی تفاوتن،
کسانی که در قبال خلاصه طلاق بی تفاوتن، کسانی که در مقابل حقوق زن و شوهرداری اینها بی تفاوتن، الله میگه فاولئک هم الظالمون، اینها ظالمن. اینها ظالمن. ظالم رو بشناسیم کینه؟ کسی که احکام خدا رو بشکنه، تجاوز کنه. تلک حدود الله، اینا حدود پروردگاره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. طلاق رجعی بیان کردیم، طلاق باین هم بیان شد، حالا این آیه مبارکه طلاق مغلظه بیان میکنه. فإن طلقها، اگر طلاق داد همین شخص زنر، فلا تحل له، پس حلال نمیشه بری ازی من بعد، تا این که حتی تنکح زوجا غیره، تا این که این زن یک شوهر دیگری بگیره، بعدن بری ازی چه کار میشه؟ حلال میشه، جواز پیدا میکنه. فإن طلقها، این آیه مبارکه گفتیم طلاق مغلظ بیان میکنه، حتی تنکح زوجا غیره، تا این که نکاح کنه به یک شوهر دیگری، نکاح کنه میزن به یک شوهر دیگری. منظور از تنکحه در اینجا مفسرین میفرمایند که جماعه، یعنی شوهر دومی که میگیره با مجرد نکاح مشکل حل نمیشه، بس نزدیک شدن و همبستریه، چون از کلمه زوجن دانسته میشه که تنکحه به معنای جماعه. فإن طلقها، اگر طلاق کرد همین شوهر دومی، اگر شوهر دومی طلاق کرد به اختیار خود، فلا جناح علیهما، پس گناهی به این زن و شوهر نیه که این یتراجع، پس برگرده میزن شوهر اولی خور بگیره. این ظنا، اگر گمان از اینا چنین بود که ان یقیم حدود الله، اگر اینها فکر میکردن که برپا میکنن حدود پروردگاره، یعنی احکام خدا رو اجرا میکنن، نه دولت گذاشته با جنگ و دعوا و بالاخره اختلاف اینها، تلک حدود الله، اینا احکام خدایی که بیان میشه، یبینها، که بیان میکنه الله سبحانه تعالی همی احکامر، لقوم یعلمون، برای قومی که اونها میدانن، قومی که اونها داناین، قومی که اونها این احکامر کی میدانه؟ دانا. این احکامر کی میدانه؟ اهل خرد. این احکامر کی میدانه؟ انسانهای عاقل. الله میگه یبینها، این احکام بیان میشه لقوم یعلمون، برای قومی که میفهمن، میدانن، عقل دارن، فکر دارن. قومی که اونها بی عقل باشن که طریق اولا نمیفهمن. پس خیلی مهمه. الله سبحانه تعالی میگه این احکام برای هوشیارا بیان میشه، برای هوشیارا. و اذا طلقتم النساء، در اینجا یک بحث اشاره میکنیم، بحث حلاله بین جامعه مطرحه. یک نفر چی میگه؟ زن طلاق مغلظه داده، بعد میگرده که یک شخصی بیای نعوذ بالله من ذالک این حلاله کنه و بعد این طلاق بده و بالاخره او بری خود نکاح کنه. حلاله در دین چی جایگاهی داره؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خدای تبارک و تعالی در دو روایت آمده، در یک روایت آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کردن محلل و محلل له را. محلل شوهر دومه، محلل له شوهر اوله. در روایت دیگر آمده که خدا و رسول این انسانها را لعنت کرد، نه لعنت شده. در اینجا یک احکام، یک مسئله بسیار موجز و خلاصه بیان میکنیم. در دین اسلام اگر کسی آمد پیش یک نفری، نعوذ بالله من ذالک، به زبان انسان نمیای، خب بحثه، چون مراجعه میشه، هر روز ما میبینیم بالاخره هفته یکی دو مسئله چنین مسائل مراجعه میشه. مرد میبینیم بیامده در مدرسه استاده، خب بالاخره نگاه میکنیم رویو نمیشه، باز پس میره، باز پیش میایه، بالاخره او صدا میکنی چه کار شد؟ هیچی والله همی طلاق مغلظه شده. خود طلاق مغلظه که طلاقیه که دیگه او از بیگانه هم بیگانه تر شده. اما بعضی انسان ها آماده هستند که والله یک راهی پیدا نمیشه به این مسئله، به این جریان. نه، هیچ راهی نیه. راهی که این جامعه امروزی مد نظر دارن این خلاف شرع، زن حلاله بشه. چگونه؟ زن که طلاق داده این 3 ماه باید عده بگذرانه، بعد از 3 ماه این زن به اجازه خود بر شوهر دومی بگیره. اگر شوهر دومی او طلاق داد باز عده و گذشت، پس میتونه بالاخره به شوهر اولی رجوع کنه. اما چنین نیه که امروز
یکی طلاق بده فردا یکی حلاله کنه، پس فردا پس به شوهر اولی خوب برسه. این جامعه دین جامعه انسانیت تقویه میکنه، نه جامعه حیوانیت. این جامعه انسانیت. قرآن کتابی برای انسان و انسانیت، برنامه های حیوانیت رد میکنه. رسول معظم اسلام میفرمایند که خدا و رسول لعنت کرده محلل و محلل له را. اگر کسی آمد به شخص گفت که فلان زن طلاق شده مغلظه، تو بیایر حلاله کن، اما برای یک شب دو شب، برای یک ساعت دو ساعت، و او هم قبول کنه، اگر به زبان خو این شخص قبول کرد که قطعا چنین نکاحی چه کار نمیشه؟ برگزار نمیشه، وصل نمیشه، چنین نکاحی صحت نداره به نزد تمام فقها. چرا؟ به خاطر که این ازدواج موقت صورت میگیره. در دین، در اسلام، در قرآن ازدواج موقت نیه، نکاح موقت در دین نیه. شما مکانها و شهرها و ممالکی که ازدواج موقت دارن، آمار طلاق رو بررسی کنید، آمار زنهای خیابانی رو بررسی کنید، آمار ایدز رو بررسی کنید، آمار هزارها فجایع دیگر بررسی کنید در جایی که نکاح موقت صورت میگیره. ببینیم که زنها به چی فلاکت ها روبرو شدن، به چی بدبختی ها روبرو شدن. چی معنایی داره؟ عقلی میپذیره برای یک ساعت زن، یک نفر به یک جای مسافرت بره، بالاخره برای یک ساعت این زنی باشه، یک ساعت بعد باز یک دیگه بیایه، یک ساعت بعد یک دیگه بیایه. عقل، دین، اسلام، قرآن، منطق ایر میپذیره. وقتی در سایت های اینترنتی، جوان هایی که بیشتر در اینترنت، بالاخره یک وقتی ما هم چشمم افتاد و بالاخره در همین موضوع صدها سایت که زنها فریاد میزنن که ما از ازدواج موقت خسته شدیم، در و بدر شدیم، بدبخت دنیا و آخرت شدیم. حلاله که بحث نکاح موقته که به زبان خوبه که به هیچ عنوان جواز نداره، یک ساعته و دو ساعته و بالاخره. پس اگر کسی به زبانی چی نگفت، در دل نیت یک روزه و دو روزه و دو ساعته و 5 ساعت داشت، چکاره؟ این مورد لعنت خدا و پیامبر قرار میگیره. کسی که ملعون میشه، ملعون رو به دست کم بر نداریم. ملعون کسیه که از رحمت پروردگار محروم میشه. این ملعونه، این لعنته. لعنت خدا و رسول همین معنا داره. شاید 8 سال 9 سال پیش یکی از استادای بزرگوار درس تفسیر داشتم. پیش از او بزرگوار درس تفسیر رو میخواندن. به سر دوره تفسیر یکی از استادا قصه کردن، گفتن در یک جای، در یک منطقه شخص صدا کرده، گفته که همین زن همین تو مشکلی گیر کرده، بالاخره حلاله ضرورته. او شخص هم گفته خیلی خوبه. بعد از این نکاح کرده، پس فردا یا سبای بیا آمده، او مرد اولی گفته که ببخشیم، بالاخره وعده و قرار همین لحظه بود. گفت نه شما ببخشیم که او فعلا ناموس منه، من قطعا او طلاق نمیدم. نوش جان این شخص، خوب کاری کرده، احکام شرعی درست و صحیح رعایت کرده. باشه که بره بالاخره شخص اولی تا به روز قیامت جگر از او بسوزه. شریعت مقدس اسلام، زن و شوهر، این استاد ما قصه کردن، گفتن زن و شوهر شب که هم دیگر رو دیدن، اخلاق هم دیگر خوش آمد، بالاخره فکر هم دیگر با هم برابر بود، با هم دیگر توافق کردن. زن بری و گفت که بالاخره تو همیر بگو ناموس من رها نمیکنم، ما با هم دیگر خوشیم بود، زندگی هم میکن. پس در اینجی که آیه مبارکه میگه فین طلقها فلا تحل من بعده حتی تنکح زوجا غیره، به یک شرط این زن به شوهر اولی روا میشه. این آیه مبارکه میگه که بعد از سپری شدن عده، زن به میل دل خود، نه اینکه شوهر اولی بره عرضه کنه به کس دیگه، این زن به میل دل خود شوهر میگیره، مدت زندگی میکنن. اگر بین از او زن و شوهر طلاقی پیش آمد، شوهر اولی پس میتونه بالاخره به او رجوع کنه. در غیر این صورت که نکاح موقت باشه و چند روزه باشه و حلاله باشه و اینها اصلا در دین جایگاه به اصل شرعی نداره.
و اذا طلقتم النساء فبلغن. در دوران جاهلیت زن که بیوه می شد دیگه حق عروس شدن نداشت به چند وجه. یا او میراث می شد، به مجردی که شوهر فوت میکرد او برای دیگران میراث میرسید. یک. دوم اگر زن سرمایه داری می بود او پدری و بالاخره یا برادرای و اینا دیگه او عروس نمیکردن. چرا؟ به خاطری که میراث کم میشه، سرمایه به خانه دیگه کس میره. این آیه مبارکه همین موضوع اشاره میکنه. این آیه مبارکه میفرمایه و اذا طلقتم النساء فبلغن. قبل از این که این آیه ترجمه کنیم، در دوران جاهلیت زنها کو به این وضعیت قرار داشت. این به این واسطه باز تکرار میکنم که زنهای امروزی آهسته آهسته دشمنان هی میکشانن به چی؟ به گمراهی و بدبختی و به اینها. زن مسکین هم که نمیدانه، جایگاه خور نمیفهمه. وقتی ما میگیم حقوق زن در اسلام رعایت شده، اما بعضی مسلمان ها رعایت نمیکنن. در اطراف، در بعضی گوشه و کنار اکثر کارهای شاقر زن انجام میده، کار دره و دستر زنها انجام میدن. اینها شریعت مقدس اسلام کجا گفته که بر سر زن ظلم کن؟ کجا گفته که زن رو بزن؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم با 11 ازواج مطهرات که با اونا زندگی کردن یک روز دست بالا نکردن به سر یکی از ازواج مطهرات. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه بعضی وقت با مسواک خود ما رو متوجه میساختن، با مسواک متوجه میساختن. اما بالاخره زن رو بزن، زن رو به خانه حبس کن، زن رو ظلم کن، ستم کن، اینا رو دین نگفته. اسلام به ذات خود ندارد هیچ عیبی. هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. خلاف شر خدای نخواسته من یک کاری انجام بدم، این به دامن اسلام ضربه وارد نکنه. هر انسانی که عیبی داره عیب از آن خودش هست. اسلام عیبی نداره، قرآن عیب نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمتی برای تمام عالمیان هستند. در دوران جاهلیت دخترها که زنده به گور میکردن او که یک طرف، زنر به دید یک حیوان، زنر به عنوان یک حیوان میدیدن. زن خرید میشد، خریده میشد، به فروش میرسید. زن اصلا بحث مشوره و بحث حرف زدن و اینها در دوران جاهلیت نداشت. این وضعیت زنها در دوران جاهلیت. یهودی ها چی فکر داشتن ارتباط به زنها؟ یهودیت و نصرانیت که امروز برای ما مسلمان ها قانون حقوق زن وضع میکنن. حقوق زن و زن و زن و زن بالاخره به دنیا برای انداختن. یهودی ها میگفتن در کتاب تحریف شده یهودی ها و بالاخره فکر یهودیت ای بود که زن مایه بدبختیه. زن مایه بدبختیه. آدم علیه السلام هم زن که هوا بود انگیزه داد و بالاخره از بهشت بیرون کرد. این در کتاب یهودی ها نوشته، این عقیده یهودیته. نصرانی ها به این عقیده در کتاب تحریف شده نوشته که زن دروازه جهنمه. زن دروازه جهنمه. رومی ها و اروپایی ها به تعریف زن که زن رو تعریف میکنن، تعریف میکردن به عصر نبی کریم صلی الله علیه و سلم و الان امروز چی میگن؟ بعد از تعریف زن چگونه؟ زن یک حیوان پلیت و نجس هست. این تعریف رومی ها و اروپایی های. نمیگن یک حیوان، حیوان هم به بین خود حیوان های مختلفیه، میگن یک حیوان پلیت و نجس. فرانسوی ها 700 سال پیش بعد از تحقیق جلسه دایر کردن، شیشتن تحقیق کردن، بررسی کردن، آخر به این نتیجه رسیدن که زن هم یک انسان هست. اما 1400 سال قبل
در بین این همه گفتگوها، در بین این همه آزار و اذیت‌های زن، در بین این همه بی‌تفاوتی در قبال زن، قرآن چی صدا در می‌دهد؟ چی صدای را بلند می‌کند؟ این صدای قرآن به دنیا می‌پیچه. یا ایها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. الله أكبر. این صدای قرآن به دنیا میپیچه. ای مردم، شما از یک زن و مرد خلق شدید، از آدم و حوا. شما را قبائل، شما را بالاخره قوم، شما را زن و مرد، لتعارفوا، تا دیگر را بشناسید. اما ان اکرمکم عند الله یتقاکم، بهترین شما به نزد الله با تقواترین شماست. آیه دیگه چیزی با میفرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، چی زن باشه و چی مرد عمل صالح انجام بده او مؤمن هست. فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، این داخل بهشت میشه، به اندازه یک ذره هم بری از این ظلمی صورت نمیگیره. این صدای قرآن، صدای اسلام به دنیا بود که پیچید. اسلام حق زن رو پامال کرده. واسطه میگه ورزش نکن که بالاخره ورزش بکن. زن ورزش کنه، اما به کجا ورزش کنه؟ خانه خو ورزش کن، در خانه رو برو خو ببند ورزش کن. ای که پیش اجنبی ورزش کنی، پیش یک مرد گرگ درنده ورزش کنی، این که تو از این شهر به این شهر به ورزش بری، این که تو باسکل سواری کنی. ورزش های مختلفی در مرکز برای افتاده، زنها مسابقه باسکل دوانی میدن. عجیبه. یهودیت چی میگه؟ مسیحیت چی میگه؟ دوران جاهلیت چی میگه؟ ارتباط به زن اروپا و فرانسه چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ قرآن، احادیث رسول الله میفرمایند الجنة تحت اقدام الامهات. بهشت زیر پای تو مادره، مادر زنه. بهشت پروردگار، بهشتی که لقای پروردگاره، بهشتی که انبیا و شهدا و صالحین از غم او بهشت جان میدن. بهشت زیر پای مادر هست، مادر زنه. اینقدر خداوند، پیامبر، دین، اسلام، قرآن برای زن ارزش قائل شده. آیا این ارزشه که زن بدوه، زن متربونی کنه، زن ورزش کنه، زن دکانداری کنه؟ حالا همه برنامه ها دکانداری اگر شرایطی برابر باشه، اما امروز ما میبینیم شرایط برابر نیه. امروز ما میبینیم که بیرون شدن زن از خانه درست و صحیح و به طریق شرعی نیه. خواهر مسلمان، این آیات تو را متوجه می سازه. خواهری که در خانه‌ای، خواهری که در بازاری، خواهری که در مکتبی، خواهری که در پهنتونی، خواهری که در مؤسساتی، خواهری که در دنیا زندگی می کنی، خلاصه همه زنان مسلمان و همه زنهای دنیا متوجه باشند که از ارزشی که خدا و پیامبر برایشان داده، این ارزش را جز در قاموس و فرهنگ اسلامی در هیچ جای پیدا کرده نمیتوانند. در هیچ جا خواهر مسلمان، خواهر غیر مسلمان، خواهری که از لحاظ آدم و حوا تو را خواهر مخاطب میکنم، چی دختر یهودیه و نصرانیه، چی زن مسلمانه و چی غیر مسلمان، قرآن برای همه زنان انسانیت ارزش قائل شده. بیا ارزش خود را از لابلای قرآن جستجو کن.
من خطیب الله به خدا قسم با تو دشمنی ندارم. قرآن با تو دشمنی نداره. قرآن مایه برای تو عزت بده. قرآن مایه برای تو تعالی و ترقی بده. قرآن مایه تو را به صحرای محشر به کنار عایشه و فاطمه و زینب و خدیجه و زنان مسلمان صدر اسلام محشور بداره. اما تو میگی نه، من عایشه رو نمیخواهم، زینب نمیخواهم، فاطمه رو نمیخواهم، ما دختر هندی و اروپایی که نه دین داره نه اسلام و نه قرآن او را میخواهم. این آیه مبارکه ارزش زن را نشان میده سروران عزیز و بزرگوار، که این آیه مشتای کوبنده‌ای که بر دهن آن انسانهایی که بر سر زن ظلم میکنن میکوبه. و اذا طلقتم النساء، هنگامی که طلاق دادید زنان را، فبلغن اجلهن، پس وقتی که عدهشان نزدیک به تمام بود، فامسکوهن بالمعروف، می توانید با اونها رجوع کنید. هنوز عده تمام نشده رجوع کنید. او سرحوهن، یا اگر رجوع نمی کردید اونها را رها کنید به معروف، به طریقه شرعی. ولا تمسکوهن، و همچنین نگه ندارید زنها را به چی؟ ضرارن، به جهت ظلم. عدالت نمی کنید، محبت ندارید، به جهت ظلم و ستم زن را نگاه ندارید، لتعتد، تا این که بالاخره برای ظلم و ستم و تجاوز داشته باشید. و من یفعل ذلك، الله اکبر، کسی که چنین فعل کنه، کسی که زن را آزار بده، کسی که بر سر زن ظلم کنه، کسی که خلاصه او را آزار و اذیت کنه، فقط ظلم نفس، او بر خود ظلم کرده. فکر نکن تو به زن ظلم میکنی، به خود ظلم کردی. زن صابر باشه، صبر کنه در مقابل ظلم شوهر، خدا برایش پاداش میده. اما به صحرای محشر خدا جزای چنین شوهر ظالم میده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، شما نگیرید احکام خدا را به مسخره. اینا احکام خدایه، شما اینا رو به مسخره نگیرید که ما وقتی میگیم حقوق زن، وقتی میگیم بالاخره شما به زن ظلم نکنید، شما عدالت داشته باشید، محبت داشته باشید. ولا تتخذوا آیات الله هزوا وذکروا نعمت الله، یاد کنید نعمتهای پروردگار. این زنی که قبل از نکاح اگر طرفش نگاه میکردید چشمان شما را میکشیدن، اما الله این نعمت را به شما داده که این به طریق شرعی به عقد نکاح شما در آمده، شما متوجه شد که این نعمت پروردگاره. کل دنیا متاع، تمام دنیا متاع خیر و متاع دنیا المرأة الصالحه، بیترین متاع دنیا زن صالحه که الله سبحانه و تعالی زنان همه مسلمان ها را زن صالحه بگرداند. و ذکروا نعمت الله، یاد کنید نعمت پروردگار که بر شما شده. و ما انزل علیکم، و آنچه فرو فرستاده شده بر شما، من الکتاب، از قرآن، و الحکمت، از علم دانش، یعظکم به، که الله شما را پند میده به وسیله قرآن و علم و دانش و اینها. واتقوا الله، بترسید از خدا، از خدا بترسید. کسی که بی‌عدالتی میکنید، کسی که ظلم میکنید، به ستم میکنید، واتقوا الله. زنی که نافرمانی شوهر میکنید، واتقوا الله، بترس از خدا. و مردی که تو حقوق زن رعایت نمی کنی، واتقوا الله، بترس. واعلموا، بدانید، ان الله بكل شیء علیم، خدای تبارک و تعالی به هر چیز دانای. خدا میدانه که زن با مرد چگونه زندگی میکنه و مرد چگونه زندگی میکنه، و خدای تبارک و تعالی از همه بالاخره واقف و آگاهه. و اذا طلقتم النساء، که بحث طلاق ادامه داره که وقت ما هم بر علاوه که تمام شده 15 دقیقه هم فکر میکنم گذشته. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده که احکام خدا درست و صحیح بفهمیم، درست و صحیح بدانیم، به احکام خدا عمل کنیم. ولا تتخذوا هزوا، شما احکام خدا را به استهزاء، به تمسخر، آیه میگه نگیرید. خدایا بر همه ما توفیق بده که به احکام قرآن و شریعت اسلامی درست و صحیح عمل بنماییم. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، استغفر الله و اتوب الیک، و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. خدایا پروردگارا، مریضانی که طلب دعا نمودن، یا الله اونها را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا اونهایی که مشکلی داشتن و طلب دعا نمودن، خدایا
مشکلاتشان را حل بگردان. خدایا پروردگارا مشکلات این جمع، مشکلات خواهر و برادر را حل بگردان. خدایا پروردگارا آسان بگردان. خدایا این جمع را سعادتمندی دنیا و آخرت را نصیبشان و نصیب همه امت اسلامی بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.